دختر استقلالیش خوبه، معبد آبیش. اینجا شیانگرای، معبد آبی. اینجا یه جای عجیب و غریبه که انگار از یه دنیای دیگه اومده. آماده اید با هم بریم بچرخیم؟ برو بریم. این معبد در سال 2016 ساخته شده. خدایی نگاه کنید رنگ آبی چقدر حس خوبی میده. این معبد بر مبنای صلح و آرامش ساخته شده. منم که ست آبی زدم که با معبد ست بشم. Oh my god! Wow! این معبد هم توسط آقای چلارمچای ساخته شده. اینم از نمای بیرونی معبد. همینطور که میبینید روی دیوارها و ستونهای معبد نقش‌های برجسته‌ای از موجودات افسانه‌ایه. این نقش‌ها با دقت فراوان کار شدن و حتی جزئیات کوچیک اونا هم معنای خیلی خاصی میدن. برای هر کدومش یه احترام خاصی قائلن. به اینم میگن استوپا که یه سازه مقدسه که بهش برج نیایش هم میگن. اون نوک تیزو ببین، اون نوک تیز بالایی برج که داره به سمت آسمون میره نماد اتصال زمین و آسمونه، یعنی ارتباط انسان با نیروهای بالاتر. و همینطور هم که میبینید اطرافش پر از مجسمه های سنتی و موجودات افسانه‌ایه که حالا مثلا نقش محافظت دارن از این قضیه. یه چیز مهم اونم اینه که وقتی وارد معبد میشی باید خب کفشتو در بیاری، حتما لباس پوشیده بپوشی، شونه ها و زانوات باید پوشیده باشن و اینکه با عینک دودی هم نباید وارد بشی. حالا اینا دارن خارج میشن. این نقاشی یکی از شاهکارهای داخل معبده که بودا روی گل نیلوفر نشسته و دورش هم همینجور که میبینید پر از موجودات افسانه‌ایه. خب به این معنی که دارن ازش مراقبت میکنن دیگه. همونطور هم که مشاهده میکنید اینم بنده هستم با این ست لباسام، انگار که جزئی از دکور حساب میشم. بچه اینا جایگاه مانک ها هستن، همون راه هستن و هر کسی جایگاه مخصوص خودش رو داره، یعنی هر کی نمیتونه جا بشینه. مانک ها مانک ها مانک ها. وقتی هم که سرتو بالا میگیری غرق میشی تو رنگ آبی و اون جزئیات طلایی که مثل ستاره ها می درخشن. خدایی خیلی قشنگه. اینطوری که انگار یعنی حس میکنی انگار زیر یه آسمون معنوی داری نفس میکشی. اوه منم از این جملات بلدم. آسمون معنوی. کمی سکوت بکنیم. اگه خوشتون اومد یادتون نره لایک کنین، ساب کنین، زنگوله رو فعال کنین. اینجا بستنیای نارگیلیشون خیلی معروفه. حالا میخوام امتحان کنم. امیدوارم خوشمزه باشه. نظرات و سوالاتتون رو حتما برام کامنت کنین، من همشون رو میخونم. اینم از کوکونات آیس ما. ببینیم چه مزه‌ایه. قیافش که خوشگله بلاست. حالا بقیه‌اش. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. تا ویدیوی بعدی موچ بهتون.